بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. خدای عزوجل در قرآن کریم سوره اسراء آیت 82 می فرماید: به نام خدای بخشاینده مهربان. و از قرآن آنچه را فرود می آریم که وی برای مؤمنان شفا و رحمت است و در حق ستمکاران به جز زیان چیزی را نمی افزاید. طبابت بعض بیماری ها به واسطه خواندن آیت های قرآن به اجدادان صالح ما خوب معلوم بود. بعد از 1500 سال از طرف علم حاضر زمان تصدیق شد. به واسطه علم اثبات شده است. دکتر امریکایی عالم مسلمان احمد الکدی در درمانگاه اکبر شهر پاناما شتات فلوریدا یک تحقیقات مخصوص را برای آموختن تأثیر آیات‌های قرآن با اصول شنوانیدن به بیماران دل، استرس و بعض بیماران دیگر گذرانید. برای تحقیقات مردها و زنهای انتخاب شده بودند که آیات قرآن تصورات نداشتند و زبان عربی را نمی دانستند. برای آنها اول متن عربی قرآن و سپس ترجمه آن را با زبان انگلیسی خواندند. نتیجه های تأثیر آیات های قرآن به بیماران با اسباب ها و کامپیوترهای حاضر زمان به قید گرفته شدند. تحقیقات 1 سال پره ادامه یافت و نتیجه های آن در کنگره طبی اسلامی امریکای شمالی که ماه اوگوست سال 1984 در میسوری برگزار گردید اعلان کرده شد. آنها به چنین خلاصه آمدند: 97% بیمارانی که قرآن را گوش کردند از استرس آزاد شدند. در علاهیدگی بهتر شدن حالت پوست، کار دل، حرارت و غیره ها به قید گرفته شدند. پسیخولوگ پروفسور نیدرلندیگی وان در خوون معین نمود که قرآن تأثیر موافق می رساند. از همه دلیل جالب این است که وان در خوون مسلمان نیست. پسیخولوگ به اسلام و قرآن کریم از نقطه نظر علمی شوق دارد. وی فایده قرآن خواندن و تکرار کردن کلمه الله را با راه تجربه اثبات کرد. پروفسور نیدرلندیگی برای به دست آوردن کشفیات با گروه کلان در مدت 3 سال تحقیقات گذرانید. بعض بیماران مسلمان نبودند. غیر از این بسیاری ها کلمه های عربی را نمی دانستند. تحقیقات خوب گذشت. کسانی که غمگینی، فشار بلندی و شدت عصبانی داشتند فایده کردند. دوستان عزیز، نوشتن فکر و اندیشه های خود را فراموش نکنید. خدا حافظ دوستان عزیز و مهربان ما.